نوای نی، برنامه شماره 17. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار ناصر شکوهی نیا، تهیه کننده مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن حقیقت بیچون که مالک ملک وجود است و هستی بخش هر موجود، و با استعانت از فیض عمیم و لطف قدیم وی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم و از کرم و جود آن فیاض مطلق خواستاریم که هر لحظه روی دلمان را بیشتر به سوی خویش متوجه گرداند. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. در طی این سلسله گفتارها هرچند به اختصار به برخی از عوامل انحراف روح و موانعی که سد راه کمال آدمی می شود اشارت رفت و پاری از آن عوایق را باز نمودیم. اکنون در این مقالت برانیم که بزرگترین آن عوامل را باز شناسیم و آن عامل خودبینی و انانیت است که مانع وصول انسان به مراتب کمال نفسانی است، و تا آدمی این سد عظیم را به قدرت مجاهدت در هم نشکند هرگز رستگاری و رهایی او ممکن نیست. تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی. مولانا این انسان متعالی و آزاده که در پرتو انوار قرآن روحش فروغ جاودانه یافته، چنان طبیبی حاذق و دردآشنا موارد بیماری و علائم بالینی امراض روان انسان را باز شناخته و راه علاج آن را عرضه کرده است. ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند.
او در مواضع مختلف از مثنوی گرانقدر به هر اقتضا و مناسبتی خوی ناپسند خودبینی را که چونان اقال پایبند تعالی روح آدمی است و این مرغ علوی صدر پرواز را از عروج به آسمانهای معارف و حقایق باز می‌دارد، تقبیح و نکوهش می‌نماید و با شورانگیزترین گفتار نفوس صافی و جانهای مستعد را به مراتب تعالی و کمال و گذشت و ایثار رهنمون می‌گردد و با تلاشی پیگیر از ارزش‌های متعالی و والای معنوی که زیور و زینت روح آدمی است پاسداری می‌کند. پاسبان آفتابند اولیا، در بشر واقف ز انوار خدا. مولانا راه رستگاری و فلاح را تنها در رهایی از قید خودبینی و خودپسندی می‌شناسد و معتقد است که تا آدمی ترک انانیت نکند و از خود فانی نشود، به ذروه کمال و مقام بلند انسانیت عروج و صعود نخواهد نمود. او خودبینی را ناشی از عدم شناخت جهان هستی و عدم معرفت توحید می‌داند. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. روح‌هایی که از قفس‌ها رستند، انبیا و رهبر شایسته‌اند. از برون آوازشان آید چنین که ره رستن تو را این است این. ما بدین رستیم زین ننگین قفس، غیر این ره نیست چاره این قفس. نجوید رستن نادانی است. روح‌هایی که از قفس‌ها رستند انبیا و رهبر شایسته‌اند. از برون آوازشان
از برون آوازشان آید چنین که راه رستن تو را این ما بدین رستیم زین ننگین قفس یا ما بدین رستیم زین ننگین قفس غیر این ره نیست چاره این قفس او در داستان آن مرد نحوی مغرور خودبین که در حصار تنگ نظری و کوته‌بینی محصور اوهام و خیال خویش بود، صورت حال افراد خودپسند و خودبین را به بهترین صورت تصویر می نماید. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خود پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. مرد نحوی که از دستور زبان عرب او را بهره‌ای بود، به عزم سفر به کشتی درآمد. در طی طریق از سر غرور ناخدا را گفت آیا تو را از علم نحو نصیبی هست؟ ناخدا به پاسخ گفت نه، من از نحو چیزی نمیدانم. نحوی سبکسر ناخدا را گفت نیم عمر تو بیهوده هدر رفته و تو مردی زیانمند و خسران زده ای. ناخدا را از این سخن دل به درد آمد، اما در آن دم در جواب خاموشی گزید. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباحی مجو. در این هنگام بادی تند برخاست و طوفانی مهیب و سهمگین پدیدار گشت و کشتی در میان گرداب دچار خطر گردید. ناخدا رو به نحوی کرد و او را گفت آیا هیچ شناوری می‌دانی؟ نحوی گفت نه، مرا از سباحت بهره‌ای نیست. ناخدا گفت پس همه عمر تو فنا شد و از دست رفت. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. سپس مولانا نتیجه میگیرد که برای وصول به مراحل کمال و احراز مقام انسانیت و مشاهده جمال حقیقت باید از خود فانی و محو بود، نشیفته و دلباخته دانش سوری و نحو. چرا که خودبینی حجاب حقیقت بینی است. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. تا در آدمی اثری از خودبینی بجاست،
در دل دریای خودکامگی و غرور و جهالت خود غرقه است. آنگاه که از قید خودپرستی رها شد، چونان مرده‌ای که از بند هستی کاملا رسته باشد و آب او را بر سر آورده باشد، بر فراز همه عادات و روزمرگی ها و تنگ نظری ها قرار می گیرد و از افق گسترده و وسیع به جهان می نگرد و حجاب ها از پیش دیدش برداشته می شود و حقایق را بی پرده می نگرد. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بینی این زمان. آری، هر آن کس را که دیده بصیرت و چشم حقیقت بین باشد و عظمت و قدرت آفریدگار را بداند، ما سوای او در دیده حق بینش کوچک و خار نماید و از بند محسوسات رها گردد. هرچه محسوس است او رد می کند، وانچه ناپیداست مسند می کند. عشق او پیدا و معشوقش نهان، یار بیرون فتنه او در جهان. می‌تردید عاشقان جمال محبوب و عاکفان کعبه جلال حضرت حق که پیوسته بر روی او نظر دارند و بدین حقیقت واقفند که اصل هستی اوست، بیشک از غیر او اعراض کرده و از قید خودبینی ها و تنگ نظری ها رستند و هرگز روح بلند پروازشان اسیر دام صورت و حیات عاریت نمی شود. هین رها کن عشقهای صورتی، عشق بر صورت نه بر روی ستی. آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای، جان چو بیرون شد چرایش هشته ای. صورتش بر جاست این زشتی ز چیست، عاشقا وابین که معشوق تو کیست. این رها این رها کن، این رها کن عشقهای صورتی. عشق بر صورت نه بر روی ستی. آنچه معشوق است، آنچه معشوق است صورت نیست.
آنچه بر صورت عاشق گشتی، عاشق گشتی، عاشق گشتی. جان چو بیرون شد کرایش کشتی. صورتش برجاستیم ز چیز عاشقا، عاشقا و بین که معشوق تو کیست. آری ای عزیز، آنان را که دیده این نافذ و چشمی حقیقت بین است، به ضعف و حقارت انسان در جنب وجود مطلق آگاهند و هرگز دچار خودبینی و غرور نمی شوند و در دام فریب دنیای افسونگر اسیر نمی آیند و دل بدین سراب رهزن نمی سپارند. آنان به وضوح و روشنی دریافتند که هر نیرو و قدرتی منبعث از قدرت لایزال حق است و هر جمال و زیبایی پرتوی از فروغ حسن بی‌مثال وی و جز او را هستی و بود نیست و وجود ممکنات تعین‌های اعتباری و هستی‌های عاریتی و ناپایدارند که از خود استقلال و قوام ندارند. ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما تویی ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. آری ای دوست، مردان حق که جلال و عظمت خدا را دیدند از ما سوای او بریدند و خود را در میانه ندیدند. آیا نشنیده ای که در محضر بوسعید گفتند شیخ ابوالقاسم گفته است که ما فیلیم و بوسعید پشه؟ بوسعید آن عارف نامی فرمود شیخ را بگویید آن پشه نیز اوست، ما خود هیچیم و هرگز در حساب نیاییم. بیشک آن کس را که معرفت و بصیرت بیش باشد جلال و کبریای ذات لایزال حضرت حق را بیشتر دریابد و از قید حیات عاریت رها شود که خودبینی حجاب چهره جانان است. هر که بیدار است او در خوابتر، هست بیداریش از خوابش بتر. هر که در خواب است بیداریش به، مست غفلت عین هوشیاریش به. دریغ و افسوس که ما را آن دیده نافذ و حقیقت بین نیست که به اصل و منشأ هستی توجه کنیم و دریابیم که این حیات گذرا و هستی اعتباری پرتوی از وجود اوست که به گونه عاریت روزی چند ما را نمود بخشیده است، که اگر به این حقیقت وقوف یابیم
هرگز گرد غرور و خودبینی نخواهیم گشت، بلکه سراپا اخلاص و ایثار خواهیم شد. پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی ای سلی، وا طلب اصلی که پاید اون مقیم. کان جمال دل جمال باقی است، دولبش از آب حیوان ساقی است. پرتو خورشید بر دیوار تافت، تابش عاریتی دیوار یافت. بر کلوخی دل چه بندی، دل چه بندی ای سلیم، وا طلب اصلی که پاید او مقیم. جمال دل جمال باقی اکنون ای عزیز باید به پناه لطف و رحمت آن وهاب بخشایشگر گریخت و از فیض عامش دردمندانه خواستار شد که با بارقی از تأیید و توفیق خود دل و جان تیره ما را روشنی و فروغ بخشد تا به حقایق امور آشنا شویم و از بند جهل و غرور و خودبینی و خودپسندی رها گردیم و از سر عجز بگوییم ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. جهان آفرینا و بزرگ معبودا، ما با همه وجود و از سر انکسار و عجز تو را می‌خوانیم که دیده دلمان را به نور حقیقت منور سازی و جان دردمندمان را از بند خودبینی و جهل و غرور و تعصب‌های ناروا و تنگ نظری‌ها رهایی بخش تا حقایق هستی را آنچنان که هستند دریابیم و از دام خودپسندی آزاد و رها شویم. شرح این هجران و این خون جگر، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار، این زمان بگذار تا وقت با آرزوی موفقیت برای همشنوندگان عزیز تا برنامه دیگر شما را به خدا می‌سپارم.